بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران کرام، امروزه صحبت ما درباره ضرر و جای همون ضرر عادتی مابین مانده پهن شدگی چیزهای اصلش بس مشغول کردن در کار بود. یعنی غنیمت عمری که ما همون به عالم اینترنت مشغول شده از سه چیزها به بهره موسیم و اصلش ما کدام چیز کردن ما در کار بدو حاضر ما سه کساییم درباره همین. یکمش حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله ما اصلش سه کردن ما در کار. قال نبی صلی الله علیه و سلم ادیبوا اولادکم على ثلاثه خصال حب نبیکم و حب اهل البیت و حب قراءة القرآن. این حدیث را یک چند امام ها در کتاب خواهش‌ها می‌آورند. فرزندهاتان ادیبو آداب دیتان به سه تا خصلت کتی. همون سه تا خصلت را با فرزندهاتان از سر تربیه به همین سرکنتان میگویند. حب نبیکم یعنی فرزند را ما باید با محبت پیامبر کتی آداب دهیم. لغتا یک عادی چیز میگفته میشنویم محبت پیامبر خدا اون کس من دوست میدارم میگویم میمونم. اصلش دوست داشتن چخیل می شود. کدام انسان و انسانی دوست داشته گفته می شود. و حب اهل البیت اینش هم گفته مونم. و دویمش محبت اهل بیت پیامبر، محبت عائله پیامبر را ما با فرزندها رسانیم بوده است. و حب قراءة القرآن و محبت خواندن قرآن. همین چیز آداب مؤمنه مقدمش کرده. اگر رسانتانه مگری انشاءالله از برچهای از مسئولیت‌های کلان ما اجرا کرده حساب میشدیم. الا اگر به همین جای این به حال میگفته که ما باید به چیزهای دیگه اگر فرزند هم تعلیم دهیم تربیت مگریم و حالنده ما امت آینده به تنزل به هلاکت کردی تربیت کرده میشیم. اصلش حب نبی پیغمبر را دوست داشتن گفته سه گفته میشد. فعل خلقی معامله آداب پیغمبر را به فرزند رسانده انمی خیل شوه اگری تو را پیغمبر خدا دوست می‌دارند. آن کسی که پیغمبر خدا دوست می‌دارد و انسان را جمیع انسان ها دوست می‌دارند. خلاصش سببی دوست داشتن پیغمبر خدا سزاوار شوی به محبت رسول خدا دان که تی پروردگار دوست می‌دارد. اگر پروردگار تی دوست دارد از تو راضی میشود. از تو راضی شود تی کارهای نیک به روپرا میکند. چونکه پروردگار اوای راضی بودگی بندش هیچ وقت مشقت به عذاب به
عقوبتی دنیای آخرت با انداخته نمیماند. گویان اگر هم فرزند به رسانده تانیم انشاءالله یک پغانه از مسئولیت پدری ما سبک شدگی میشدیم. خود ما یا پدر ما یا بابا ما یا شناساندگی با این اگر پیغمبر خدا شناسانده نتانیم مگری آینده ما برای ما این فرزند حقیقی امتحان می شود. امتحانی که حیات یا ممات ما یا جنت یا دوزخ ما حل میکردگی حیات می شود. حاضر فرزندها ما اگر همین حالشنده آن روز محشرنده جمع شود اگری قطع جمع شویم اگری حقش پرسد اگری ما داده میتونیم می فرزندها ما همین امروزه حالش که حساب شود اگری پدرها در نزد پیامبر شرمنده شدن خوف ما زیاده نمی ما جایی محبتی پیامبر به 5 تا حالانگی چیز حیات های ما تربیه کساییم. حب اهل بیت دویم همون پیغمبر خدا فرموده که دویم آدابی برای فرزند این اهل بیت خانواده پیغمبر خدا ما این خالمو این تقامو این اممو این چهارم محرممو این انسان‌های حرمت کردند این انسان‌های خدمتش کردند این انسان‌های تو و کهنسال شود زیارت کردند برای تو رشته مهر بستند برای تو واجب است گفته فهمانده از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم از عائله پیامبر خدا نمونه های آورده باید رسانده تانیم. و هو بقراءة القرآن این شنده اکثر ما ببحریم محبت قرآن خواندن. خدا و شکر به عادت قرآن خواندن قرآن شنویدن بهانه ها نمونده. یک تا قرآن کلام شریفه فرزندم و میخوانم گفته بعضی باباها 30 سال پیشتر ده ولی کتاب ها چاپ نشده بود فلان مبلغ های قریبی پل یک تا مال جوشایی داده یک تا قرآن عبدالرحمن یک تا قرآن عثمانی رسته اکی ها خرده آمده خانشنده رسته فرزندش به کلام خدا یادادگی انسان ها و جنت بود. ما چی؟ حاضر وقتنده قریب به پل قرآن ها چاپ شده همه مسجد ها امکان قدر کتاب ها مانده شده کتاب دکان ها نسبت خراجاتش مطلق بے فایده کرده قرآن فروخته شده است. در همین مقامم ما فرزند ما قرآن خوانی یاد گرفتنش به امکان نکنیم خدا ما نخوانیم وینده ما انچه خدا ما اجر کرده میدیم این جبر ما شتنش جدا خیلی انسانیت تولد شد که آدم علیه السلام عقیده مومن انسان هنده یکم انسانیت آدم علیه السلام دویم از قورغه چپ آدم علیه السلام ماما حوا مادر انسانیت خلق شد
از همون خلقیت تا حالیا پهن شده آدم آمساس خدا و انسان ها و عقل ذکاوت داشت بعضش به ایمان داشت بعضش به ایمان نداشت تلقیات تا همین درجه رسته اومد. این یگانتش به حکمت خدا نه. یک وقتا 100 سال 120 سال پیش رادیو برآمد فقط برای خبرهای نیک رساندن. دوم شده تلویزیون برآمد برای خبرهای نیک رساندن. بعد این عالمی اینترنت پهن شد برای منفعت انسان ها گفته با نیت نیک بلکه خلق کردگان همین چیز ساختگان. هر سه همنا حاضر استفاده نمی بردگی انسان بلکه نبودگیست بازم خدا میداند. هر سه همین چیزا به کدام مقصد استفاده بردگی ما یا اگر ما تحلیل کردن ندانیم داریم که ما این نعمت کلام بودگی عمر ما اسراف کردیم. عمر ما حسابش به ما آن روز برای ما مشقت می شود. اصلش مومن آدم و عمرت اسراف می شود همین کار کنی گودگری و مومن به مرگ راضی می شود و لیکن اسراف عمرش به راضی نمی شود. حقیقی مومن همین خیلی هستش. لیکن صد افسوس که این الله دادگی به شمرده موندگی روز مایا اسرافش به ما به حد بی‌پرواییم. به حد بی‌پروا. امروز یک قبرستان یک تعزیه شد. اگر ما عادتا همخیلی یک خلقیه شده بودیم که اگر تعزیه نشود قبرستان ما نمیریم دیگه. همخیلی یک جمعیت به دوچارش موندیم. اگر یک رفته قبرستان یک دروازه برای دیگری بسیار مابین‌مانگی انسان ها خواه قرابت ما خواه دوست ما خواه بیگانه روی زمین خدا میداند و در زیر زمین انسان بسیارتر است. حالی هم مرگ تمام نشدگی تمام نمیشودم تا روی زمین انده یکتا جانزد میموند تا همون انسان تا همون از جسم تا جان برآمدن مرگ حیات. همون مرگ موقع آمدنش غیب خلاص نیک الان میبیاد. خود بعد نیم ساعت دیگه ساعت یک شدنش دانستگی با این اگر به قریبی موقع مرگ آمدنش حس کنیم مگری از ساعت بعد 12 نیم یک شدنش برای ما نیم ساعت فرصت لیکن موقعی عجله موبینش همه قد گفته هیچ کس کفیل نمیتید. همین وقت اندم عمر مایا اسراف کردن ما این برای ما به حد زیان است. دویمش احس همین چیز ما رسیدگی زیان اظهار فحش به حیاگی پهنش همین چیز سبب شد. پیش به حیا انسان ها کم بودن حاضر زایی شدن عددش خدا و حواله لیکن پیشین انسان های خود حاضره با این به حیا چیزهای پهن کردن به عشقاشان نبود.
این چیزا برای خداهاشان آر حساب میکردند. به حیاگی را گفتند، به حیاگی را پهن کردند، برای پیشینه ها آر بود. صدفتوست که حاضر وقتنده پهنی به حیاگی برای ما عادت شد. یک تا پرده حیایی مابین بنده پروردگارانگی، یک تا پرده این در کاری ضروری کنده شد. با پهن کردن به حیاگی خود هوای حیایا به حیاگی این انسان کردگی با این گناه شدنش حس میکرد، اصلا پهن نمیکرد. یک رسمی به حیایا این تلفن دویم تلفن با کی پتا دگری همون به حیاگی چند کس دیده گناهکار شود، اگر این هوای به سبب شده، سبب این به چند کس همین چیزا استفاده باره دگری، مثل همین و انسان گناهکار شدنش حس کند، اصلا از تلفن و انسان به حیاگی پهن نمیشد. اصلش به حیاگی تلفن مومن آدم نمیستد. حاضر وقتنده حیا مویا میفهمده باشه مگری هم تلفن مویا دوست ما تیم دوست ما تلفن مویا یک شده یک نظارت کند چی به همین کتی قدری ایمان ما کتی قدری به حیاگی ما هم جنخش ایون. دیمک مومن آدم با این خیل کار مشغول نمیشود. تمام. این با دیگه ایضاح نیست. ثانیه بازم این سه تا نعمت اصلش برای نیکی استفاده بردن ما با خبرهای دروغ استفاده برساییم. خبر دروغ خوانده خدا ما باور نکرده بازم پهن کساییم. دروغ گفتنم پهن کردنم یا خیل دروغ یا خیل حرام یا خیل گناه یا خیل روز قیامت حساب حدش با. بازم گپای دروغ پهن کرده من از پروردگار میترسم گفته با زبان کتی گفتن برای و انسان ها چخیل سبوکه چخیل آسانه. این کتی ایمانش اساس اسمایلش ساننگش چی؟ شان دیگه مؤمن با تجاوز کردن با این واسطه کتی خود خیال و انسان انده به حد سبوک خود خدا نگه دارد نعوذ بالله خود یک روا گفته اسم کند. شان دویم انسان با تلفن کتی ریزاندن یک دیگه یک معلوماتی مخفی انسان پهن کرده انسان شرمنده کردن خود برای و انسان روا حلال باید انسان ها استفاده برساز. نعوذ بالله. مؤمن شانش خود خونش کتی خود مالش برین حرام کو حرام بد کو حرام میموند که تا روز قیامت چه شانی دیگه مؤمن ما میرزانم اصلا وای مؤمن نگوید. اگر وای مؤمن نگوید اگری این حکمتان روز قیامت حساب شگه وقتنده زیون خاتم با شش ممکن. استعوذ بالله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. کدام انسانی که به خدا نازل کردگی به الله نازل کردگی چیز که حکم نکند و آدم از کافران است.
حکمی که ما خواندیم دوست ما و اگر از شریعت بیرون باشد خدا ما برای خدا ما حکمی کفر خدا ما تمغه کردیم. برای همین هیچ وقت مومن آدم دیگه این انسان به حکم خانساگش انده به اعتبار نمیموند. از دیگه این انسان به از حکم خواندن پیشتر همون حکم خودش به خوانده بیند خیالاً و همون نسبت همون حال ایمانش باشد خودش میدارد، ایمانش نباشد دیگری و انسان از دیگه گفته میگیرد. این کتی هم یک مومنه شانش دو بوارسی سوننگش چی اساسی مومن انسان های ویران میکردگی مومن انسان ایمانش عملش بیکار میکردگی فتواهای نوتولی و تهمت و ساخته را پهن کسیم. بلکه همون شما گفتگی چیز شما پهن کردگی چیز بلکه و انسان گفتگیش دیگه چه گفتگیست بلکه هوای انسان همون عربی چیزا این ترجمه کردگی غلط ترجمه کردگیست بلکه همون حکم اکر بودگیست منسوخ بودگیست. ما نفهمیده یک حکم اسلامی که ما درباره وی علم ما نیست پهن کردن کتی مسلمان های ضعیف شدنش با مسلمان های غریب شدنش با مسلمان های پراکنده شدنش با از سبب شدن خدا خوش نگه دارد. یک بچه گفته بود همین از جماعت خدا ما همون گپا هر سوار همون بچه مینم ایسا من بیاد. دولا ما یک آدم یک دوستم نفهمیده از دین برآمدنش به سبب شدم. نماز میخواند مسجد میرفت برادر مسجد کم نماز موندی دیگه این خیلی نکن جایی نگفتم با تو نماز نخون سعودی گفتم و گفت که هر نماز اختیاری و که خواهم میخونم و گفته همین گپا فهمیده گفت می نفهمیده گفت می و از دین برآمدنش محیص کردم. من وای برادرم با نیکی میکنم گفته و انسان تو همون روزه کردگی همه عملش بیکار شدنش به سبب شدم. این چیزی به من خدا من نمیبخشم. من به علمیم نه فقط خدا من یک برادرم هم هلاکت ببرد گفته افسوسانه گفته بود بخیر یه بچک نوتوری رساندنی فتوا کتیم انسان های هلاکت ببردنش حس کنم مگری اصلا ما این خیلی کار با مشغول نمیشم. انا می خیال کار بده است انا می خیال کردن نکار بده است گفتم هوا چیز خطا بود بی اساس بود یا که از این دیده دیگه چطور حکمی که اینم نشکستگی دیگه حکم بود ما وای طور نه این طور گفتم اصلش در نزد پروردگار وایش طور بود. این اند ما به حکم خدا حکم نکردگی میشیم. برادرها این خیل به عقل کرده هم دین را هم مسلمان ها را هم خود را از هلاک کردن خدا ما نگه دارم حذر کنم. این که مسلمان های اسلام رونقش بنه اسلام مسلمان های یک دلی و اتحاد شده جمع شدنش به ما زیان میرسانیم. حدیث امام بخاری ده پیغمبر خدا میگن ان الله تعالی
لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. اگر پروردگار همون چیز عزیز میکرده که باشه دیگری دین خودش را به دست فاجر کردم عزیز کرده موندن میگیرد. لیکن و فاجر همین کار نفهمیده میکند و انسان به این کارش منفعت نیست. خدا دینش عزیز کردن تا روز قیامت نگه داشتن خودش کفیل شدگی. ما از عقل ما از علم ما زیاده شه رساندن احتیاج شدیم. این چیز ما به حد زیان ورسوس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. پروردگارا این سید الایام به تو دعا میکنیم، التجا میکنیم پروردگارا قلب ما را به نور ایمان مزین منور گردانی. فرزندهای صالحی که برای روز قیامت برای ما شرف میشه که از فرزندها عطا کنی پروردگارا. این مسجد را خدمت کردگی خالصانه برای بیت خودت خدمت کردگی به شانهایان پروردگارا و انسانهای هم هر دو دنیاشان آباد کنی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين.